وقتی شما راجع به چیزی فکر میکنید، مثلا یک ماشین جدید، یک کادیلاک نو، در وهله اول افکار مشابهش وارد ذهنت میشه. شما اصلا نمیدونی این فکر قبلا کجا بود، ولی از یه جایی میاد و وارد ذهنت میشه و جذب شما میشه. وقتی افکار مشابه میاد، اون توپ انرژی در ذهن شما انگار بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. وقتی به یه نقطه معین میرسه، اون موقع اتفاقات فیزیکی برات میفته، چیزی که میتونی لمسش کنی، نگاهش کنی و بگی این اتفاق افتاد. ولی قبل از اینکه اون اتفاق فیزیکی بیفته، شما آگاهانه ارتعاش اونو میفرستی و اشتیاق و باورشو داری و مدام بهش فکر میکنی. این فکر میتونه یه چیزی شبیه این باشه، یه ماشین جدید. و اولین اتفاقی که میفته اینه که مثلا اون ماشین رو همه جا دور و برت میبینی. وقتی همه جا میبینیش، دوباره میگی ماشین جدید. مثلا اتفاقی روزنامه رو برمیداری و میبینی نوشته کمترین سود بانکی برای وام خودرو در 25 سال گذشته و این به نظر جالب میاد که او چه خوب، وام کم بهره برای خرید ماشین. و دوباره میگی ماشین جدید.